اینجا یک گوشه پرتابه بود که نوآباد بود که با تشبس پیرانی کاری انمی محلی وارو با دستگیری جوانان محله خانه استراحتی و فراغتی جوانان محله چایخانه برای موسفیدان و برای اتاق کاری رئیس محله یا اینکه سرتراشخانه به طور حشر بنیاد گردید. دهه لکان در شهر اسفرای ولایت سوخت زیاده از 8000 اهالی دارد. نیمه از آنها در مهاجرت کاری در روسیه هستند. هر ماه برای روزگذرانی نزدیکان پول می‌فرستند. گاه تعمیر و بنیاد بناهای اجتماعی در دهه نیز به دوش آنهاست. در نزد خانه فرهنگ و مجلسگاه جماعت دهات لکان قرار داریم که این را چند سال پیش برادران مراد جان، محسن جان، معرف جان اینها از حساب پسنداز خود بنای با نفوذ را با حشمت را ساخته به استفاده دادند که امروز همچون مجلسگاه دهه یا اینکه خانه فرهنگ و فراغتی استفاده برده می شود. در آینده یک قبط این شاید که با مرکزی سودا استفاده همچون مرکزی سودا استفاده برده شود. در طرف دیگر محله یک کتابخانه وجود دارد که در آن کتابخانه اگر تاریخ به نظر کنیم اگر ساختمان کتابخانه خیلی سالهای زیاد شده است و به واسطه رئیس شهر بهاءالدین بهادرزاده مساعدت نمودند که سالهای نزدیک همین بینای کتابخانه مرکزی دهه هم از نو ساخته به استفاده داده شود. دهه ما از مرکز شهر اسفره خیلی دوردست بوده. از طرف جنوب با ولایت بادکان جمهوری قرقیزستان و از طرف شمال با همسایه ریسپوبلیکی برادری ازبکستان هم سرحدیم. 4000 نفر نفوذ اهالی ما در مهاجرت مهنتی فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنند. با تشبس آنها، با دستگیری آنها کوچه های دهه با پررگی اسفل کرده شد گویم مبالغه نمی شود. همین بیتوم ما را دسترس نموده اینجا با ما شغل به ارالش کرده آمیخته کرده ماندگی. همین که هوا گرم شد این اسفل که تیار شد شاهراه لکان اسفره را تا دهه چیلگزی انجام دادن ما در کار. دهه لکان 3 مکتب و یک بنگاه طبی دارد. این بناها را هنوز در عصر گذشته ساختند. سالهای دراز تعمیر ندیده بودند. مکتب های دهه رقم 54 39 72 در دهه دهنه از تعمیر کلی برآورده شد. مرکز سلامتی دهه خیلی یک تعمیر خوش صفت یافت و صاحب ماشین یاری تعجیلی گردید. میدانچه ورزشی خردمینی پاله میگویم ساخته به استفاده داده شد. قبرستان آرامگاه دهه لکان از حساب مهاجران مهنتی خیلی آباد گردیده شد. خانقاه، نمازگاه، تارتخانه، قبرستان ها خیلی آباد گردید از حساب مهاجران مهنتی. اکو این مقدارش نمیگویم لیکن خیلی مبلغ زیاده با خرج داده شد که من اونجا طهارت خانه، جای استراحتی موسفیدان بنیاد گردید. تمام اطراف قبرستان انا همین خیل با دیوار خوش صفت با بیتانی احاطه گردیده شد. دروازه همایم مناسب حوض میکردگی کار. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. پروردگارا بخشیدم ثواب و ثمره که از همین آیات های قرآن کریم در همت سحر مراد بخش حاصل گردید. اولا بر روحانیت پاک جناب سرور هر دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بر روحانیت پاک همه پیغمبران، پیر و استادان، عزیز اولیاءان، بزرگان، صغیر و کبیران، مسافران، غریبان، شهیدان، برای پاک جمعی گذشتگان بنده مومنه که از ما فاتحه امیدوارند حق آنها بر ماست، هماشون غرقی رحمت شایسته جنت گردانی. ای بار خدای عرش کرسی 6 چیز به ما عطا فرستی: ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. پروردگار عالم از تو امیدوارم که هم مای تنامای صحت، عمرمای دراز، رزقمای وسیع، روزگارمای آباد گردانی. سفرنگ همین مهاجران مهنتی را از هر گونه آفت و بلای قضاهای
آسمان و زمین، آب و آتش و از فتنه های حاضر زمان در پناه اسمتت نگاه داره. همین ما را تنصیحت و خانه آباد گردانی، آرزوی نیت های نیک ما و خدا برسانی. همه گذشتگان غرقی رحمت شایسته جنت گردانی. پروردگار را رزق ما از حلالش ده، ما را از هر گونه آفت و بلای قضاها خودت نگاه داره. همه مهاجرانی که برای آباد گرداندن آن همین آرامگاهی ده حصه گذاری کردند، آرزوهایشان عملی گردد، تنصیحت و خانه آباد باشند. همه آرزوهاشان عملی گشته، زین سعادت روزگار نصیب آنها گردد. اللهم مغفر لی ولی والدی ولی استازی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. من انا همین ایوانچه هایم از حساب مهاجران مهنتی جوانان دیه که آنها بی منت، بی ریا، بی طمع از حساب مبلغ درآمد خودشان غون داشته همین های ساختن که روزهای دفن، مراسم دفن همدیهگان نشستگان عذاب نمیکشند. با همین آنها سعادت روزگار تمنا داره. سالهای آخر جوانان ما بسیاری هاشون از همین راهی بد گشتن. در دیه ما یک تا افتخار ما هست که یگان نفر اعضای حزب های چیزی میگود گروه های افراطی شامل نشدگی. هر سال طلبه ها ما قریب که با همین دانشگاه های عالی داخل شده ایستادن. فقط از بعضی فن ها در مکتب های ما معلمان نمیرسند که حساب رفتن به مهاجرت مهنتی شماره آنها کم شد. خوشبختانه از دیه های چیلگزی، باغستان معلم ها آمده با بچه های ما درس بگویند. الان همین و تالار ورزشی مکتب 54 هم همین خیلی یک تشبس نشون داد که حساب خودی پدر و مادران و طلبه های مکتب به مقدار 400,000 سامانی ساخته استفاده داده شد. ahillik bor joyda baraka bor, ahillik bor joyda taraqqiyot bor. Mana shu bo'lib o'tgan ishlar bizni Lakkon qishlog'ini, Lakkon xalqini nihoyatda ahil ekanligini bu isboti bo'lib turibdi. Hammalari bir yoqadan bosh chiqarib mana shunday ulug' ishlarga muyassar bo'lmoqdalar. بازار دوستی گوشه دیگری از دهه لکان است. از سال 1994 جای تجارت سوداگران از تاجیکستان و قرقیزستان بود. 3-4 سال باز به دلیل بسته بودن مرز دو کشور داد و گرفت مثل پیشینه نیست. اکا همین یک تا آرزوی ما تستر مناسبتی بین قرقیزستان ما نقض شده ماندگار بعد از این واخری های دولت. الان این بازار ما بازار دوستی دیا همه به قرقیزا، ازبکا بیانگر با ارزانی با نقض میشه، فراوانی میشه.